سلام به تماشاگران عزیز. من اومدم توی این ویدیو خط بریل رو بهتون آموزش میدم. خط بریل مخصوص کمبینایان و نابینایان محترم است. امروز توی این ویدیو یک قسمتی از خط بریل رو بهتون آموزش میدم و انشالله روزهای دیگر ویدیوهای بیشتری میذارم و خط بریل رو بهتون آموزش میدم. خوشحال میشم این ویدیو رو تا آخر ببینین و ازش لذت ببرید و خوشحال میشم با یک لایک به من انرژی بدین تا خط بریل رو به خوبی بهتون آموزش بدم. ما وارد این برنامه میشیم که مخصوص خط بریل روش میزنیم. اینجا که اولین بار که واردش میشیم بالا فهرست نوشته. ما روی فهرست میزنیم. اینجا پایین آموزش بریل نویسی روش میزنیم. نشون میده که با چی مینویسیم. این قلم ما نوک داره، نوکش خیلی تیزه، حالت سوزنه و این قلم ما در هر خانه میتونیم 6 تا نقطه بزنیم و این خطوطایی که توی این قلم داره به خاطر جمله هامونو به ترتیب بنویسیم و خوب بنویسیم. ما اینجا میایم بیرون، وارد حروف های الفبای فارسی که واردش میشیم. مثلا روی هر حروف میزنیم یک کسی واسمون هم حروف میگه و هم نقطه های حروف به ما میگه. آیه با کلاه نقطه های 3 4 5. الف نقطه 1. و اینجا همه نقطه ها اینجا وجود داره و همه رو میگه. و اگر دوست داری این برنامه رو نصب کنین توی برنامه بازار وارد میشین و مینویسین آموزش خط بریل تا این برنامه واسهتون در بیاد و بتونین نصبش کنین. خوشحال شدم این ویدیو رو تا آخر دیدین و خوشحال میشم با یک لایک خوشحالم کنید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.